6 سال پیش در اینجا بناهای 4 آشانه زمان شوروی بود. حالا جای آنها را بناهای 17 آشانه زمان استقلالیت گرفته است. در نظر است که تا یک هفته دیگر این بناها به استفاده داده شود و به احتمال زیاد رئیس جمهور امام علی رحمان در مراسم افتتاح این بناها شرکت می‌کند. در اینجا آخرین آمادگی‌ها برای افتتاح کردن این بناها به شدت ادامه دارد. مقامات گفتند که تا روز 9 سپتامبر که جشن اساسی استقلالیت است، در سراسر کشور صدها بنا و انشاءات به استفاده داده می شود. مقامات به جشن استقلال همه‌جانبه آمادگی می‌بینند. در سراسر کشور میله‌های بلند پرچم ملی افروخته می شود. در مرکز دوشنبه مجمع استقلالیت و آزادی بنیاد کرده می شود که آن را بلندترین مجمع معماری در پایتخت تاجیکستان عنوان می‌کنند. بنیاد این بناها چون دستاورد حکومت با رهبری امام علی رحمان نشان داده می شود. خود رهبر کشور هم در افتتاح بسیاری از ساختمان‌های نو شرکت می کند. در شبکه‌های دولتی این تدابیر به حیث صلح و ثبات و پیشروی کشور تبلیغ کرده می شود. حکومت برای تبلیغ خود از صرف مبلغ‌های زیاد و وقت دانشجویان و کارمندان دولتی خودداری نمی کند. ساعت 6:30 صبح است و دانشجویان یکی برای مارشروفکا جمع می آیند. آنها 3 ماه است که در اینجا مشق می کنند تا در معرکه اساسی جشن استقلالیت شرکت کنند. صرف نظر از هوای گرم، خطر مارشروفکا و یا تعطیل تابستانه، آنها مجبورند که به اینجا بیایند، وگرنه به گفته خودشان ممکن است آنها را جزا دهند. این تمرین ها تنها دانشجویان و استادان این دانشگاه ها را فرا نمیگیرد و محدودیت فقط در دانشگاه و ورزشگاه ها نیست. چنانه که دیدید راه از آن طرف بسته است و تنها با ماشین های ویژه اجازه عبور کردن میدهند. ما میخواهیم که به مرکز شهر رویم. و اینجا آخرین نقطه که حتی پیاده‌گردان اجازه ندارند به آن طرف به مرکز شهر بروند. در آن طرف ماشین ها سربازان، خدمتچیان دولتی، دانشجویان برای تجلیل از جشن استقلالیت تمرین میکنند و این مشق ها هفته گذشته آغاز شدند و به گفته مقامات تا روز 9 سپتامبر دوام میکنند. به این ترتیب تا روز 9 سپتامبر راه مرکزی دوشنبه از ساعت 18 تا 23 منع است و حتی پیاده‌گردان حق ندارند که از آنجا عبور کنند. چون این وضع ناراحتی بعضی از ساکنان پایتخت را به میان آورده است. چون این پنبه‌شوی را قبلا در اینجا دیده نمیشد، ولی از بس که خیابان مرکزی دوشنبه بسته است، ماشین ها و اتوبوس ها اکنون مجبورند که از اینجا از کوچه میرزا ترسونزاده عبور کنند و چون این وضع تقریبا یک هفته دیگر دوام میکند و بعضی مسافران را ناراحت کرده است. اگه برای چی پروبکا اینجا؟ رو محکمه که برای ماشروفکا رفتی سر. ماشروفکا کجا؟ همین مرکز ده. بند خوبه همین را بنده. خیلی استقلالیت هست. خیلی باید که ماشروفکا کنیم که 6 سر می شود. ممکن بعد 9:30 تمام شود. پیش از جشن استقلالیت چاره‌های بی‌خطری در پایتخت تاجیکستان پرزور کرده شدند. حالا یکی از نشانه‌هایش را به شما میگویم. مهر پشت در ساکنانی که در خانه کسی زندگی نمی‌کند. حالا در مرکز دوشنبه در خانه‌هایی که موقتاً کسی نیست، ناظر منتخبی آمده چنین مهر میگذارد و حتی اگر صاحب خانه هم بیاید، به خبر دادن ناظر منتخبی حق ندارد این مهر را برکند. برخی از منتقدان میگویند افتتاح این بناها و معرکه‌های پرخرج در جشن استقلالیت جز خودنمایی و خودستایی برای حکومت چیز دیگری نیست. به گفته آنها بهتر است به جای این همه کارخانه‌های نوی صنعتی بنیاد شود تا مردم از غریبی برگردد به وطن و صاحب جای کار شود. اما طرفداران حکومت این همه را رمزی صلح و ثبات در کشور می‌خوانند. به گفته آنها وقتی در افغانستان ناامنی است، بنیاد این همه بناها از آرامی در کشور درک می‌دهد. مردم تاجیکستان را آزمایش و چالش‌های زیاد در پیش انتظارند. گذر قدرت، وضع ناآرام منطقه و مهمتر از همه حفظ دولتداری. در عرفه عید این زن در حال گذاشتن گل هاست و با این امید که آنها هرگز خشک نمی‌شوند.